بسیاری‌ها باز میگن که شما دخترباز هستید. خیلی دختربازی کی نمیکنه؟ دختربازی این آوازه حقیقت داره. نه. تو شمول نشود برگ درخت نمیجنبه. این شخصا یک تاش دبری مشتگه خودشم دزده. من از هوای به تو بیزارم، به بودنت یک عمر بیمارم، بالاتر از جانم عزیزی من، دوست دارم دوست دارم، بدونی تو مدانی میمیرم. مور اینو میاو میاو نمیکنیم. مورای شما میاو میگم. دختری که کمده باشد، در دل کینه داشته باشد، با مقصد در روزی توی به شپلاق بزنه. در دختر معقول نمیشه یکم کسا. بله. که شکست هم میخوره برادر عزیز. شکست هم میخوره. بخواهد بسیار کیدت کردگیانه. کیدت کردگیانه؟ نه که او قینه. برایم با عشقی همین عشق را باور ندارم. دروغ عشق. دروغ است. بله. سرودی هم را معشوقاتون فهمیدیم که خیانت دیدگی هستیم. ختم همچنین. فقط پدرم میگفت موسیقی میگفت همون. موسیقی. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. سلام بینندگان عزیز و هواداران برنامه چهره آشنا. تقدیم شماست برنامه نوبتی ما از تالار مبل زیبای انباوود. شما میتوانید از تالار مذکور بهترین مبل و جهاز را برای آفیس و کارگاه خود دسترس نمایید. سراغ ما شهر دوشنبه نوی فردوسی محله 46 کوچه جامی 3. تلفن ها برای تماس 989 116 116. و مهمان نوبتی برنامه ما هستند یک تن هنرمند که واقعا هم صدای شیرین، ترانه های جالب و شنیدنی دارد. هنرمندی که با ترانه های عاشقانه خود در دل و دیده مردم تاجیک حتی بیرون از آن معوا گرفته است. مونس ابراهیم، سلام شما آمدید به برنامه. و تشکر میگوییم به شما و نوروز بین المللی مبارک. رحمت به شما مبارک باشد. و بیایید صحبت را آغاز میکنیم اطراف هنر، اطراف ایجاد. من میدونم که شما از خردی سرود میخوندید. هنرمندی هستید که 1 سال و 2 سال نیست روی صحنه هنر هستید. و چی شما را وادار ساخت که ما صنعتکار شوید؟ راستیه من از خردی در صنعت بسیار شوق و هوس زیاد داشتم و میخواستم که صنعتکار شوم. خیلی با خواست خداوند صنعتکار شدم. در اویلا بودن صنعتکار؟ نه در اویلا ما صنعتکار نیست، یگانه من هستم. بله. یاد دارید باری اول با کدام ترانه روی صحنه آمده بودید؟ بله سال 2003 بود، غنچه امید. اگر یاد باشد همون سال غنچه امید بود. منطقه خدلان در دنقره گذشت. در همونجا با سرود تاجیکستان برآمد کردم و جای اول رو گرفتم. همونجا صنعت با در دل من زیادتر شد و صنعتکاری رو سر کردم. و به اندیشه شما کدام ترانه شما رو در جدای هنر موفق کرد که مخلصان محض با او ترانه شما رو شناختن؟ سرودی سرویناز بود. سرویناز. شعر و آهنگ کی بود در اداره؟ شعر و آهنگ عالمی محمود. شنید کردم. و بعدن یک ترانه شما میانی مخلصان خیلی شهرت پیدا کرده بود. گمانم ترانه مادر شعری استاد خیرنده شما. مادرم یگانه من. مادرم یگانه من. بله. و اکثر مخلصان ما رو پیروی هنر صدرالدین نجم‌الدین میشناسن. با او یگان رابطه دارید؟ شاید شاگردش هستید؟ من راستیه با شاگردی بهادر غفورزاده هستم. خیلی خردسال بودم، بسیار سرودهایشان رو گوش میکردم. خیلی از سرود بله بهادر غفورزاده صدرالدین بله قریب مانند همه خیلی مثال خواندن میگفتم. خیلی اگه خیلی بگیریم آواز مانند بد نیست، خیلی همه خیلی روشی همه
خوندن پیروی میکنید اصلا. بله بله. یک وقتا آوازه شد که گویا صدرالدین به کانادا رفته است، شما خرسند شدید که تویای شما زیاد میشود چون سبک سرود میخونه. من راستی گپ همین قصر سال شده است، من در دلم یکون مایده کینه بخیلی ندارم. کسی چی کاری میکند، مقصد کسی در جده صحنت مثال چی کاری میکنه نمیکند، من برای او پیشروی میخوام. بله. و شما سالهای قبل من در یاد دارم شما روی صحنه خیلی جدی بودید، سرود میخوندید، تماما ترانه های گوییم که هجوی و هزل و شوخی نبود، اما وقتی آخر ما میبینیم که در کلیپ های شما همراه مگم با یک تن هجو نگار چی باعث گشت که شما از سرودهای جدی رو به هجو آوردید؟ این پیشتر بود، سال چند بود؟ سال 2013 بود، چند بود؟ پیشتر بود. بله. خیلی که همیشه یک سرودی همی تکمیلی برامدگی بود، اما یک روز مگم ما گفت که همی را تیار کنیم بخونیم چی خیلی باشه. گفتم خیلی من میخونم. اگه من میخواستم که پروس یک جدا شیطه بخونم و مقصد وای رول بازی کنم که گفت نخیطم بازی کنیم. خیلی همون چیزا کرده بودیم. میگویم که شما در صحنه تماما دیگر هستید، در زندگی اویلوی دیگر هستید. این حقیقت داره؟ در اصل میگن شما خیلی شوخ طبیعت هستید. خیلی که جایش میشه که بچه ها قطعی بشینین، مقصد جای شوخ خیلی شوخی میکنی که بینی بچه ها خیلی جای شوخی و با جای در کوچه باز جدی شدن در کن. خطا نکنم شما در فیلم ها نیز نقش بازی دهید؟ بله، یک فیلم بازی کردگی ما انشالله حالی نقش های بسیار داریم که فیلم های کوتاه سریه انشالله در نقش هسته که باید بازی کنیم. ده همراه شما کیا بازی میکنن؟ از هنرمندان هستن؟ از یک سینر نیستوندگیم انشالله بعد اکتیور رو ویبر میکنیم. جایی شنیدم که شما زلیخا محمدشاه را برای نقش آفریدن در یک فیلمتون دعوت کرده اید و او رد کرده است. این اوضاع حقیقت داشت؟ نه، حقیقت نداره. من زلیخا رو یکم بار مقصد برای نقش بازیدن دعوت کردگی نیستم. دعوت نکرده؟ نه. بسیاری ها میگویند که وقتی آوازخوان در آوازخوانی در جده صنعت همین قدر کوشش میکند، به قول شما را از خود میکند، صرف مبلغ نمیتواند مشهور شود و از این خاطر میخواهد که با در جده فیلم و طریق فیلم مشهور شود. شاید که شما نیز میخواستید که طریق فیلم بیشتر مشهور شوید؟ خیلی که ما همون خردسالی که با حافظی شوق داشتیم خیلی شکر خدا مثال هر یک صنعتکار جای خودش رو دارد. هر یک صنعتکار جای خودش رو دارد. خیلی مثال همون رول مثال در کینو نقش بازی میکنی، مثال چیزی باشه هر باید رول خود رو اجرا کرده باید خوب تونی. اگر که نتونی مثال با سیناری دم گپ است که سیناری خوب باشه او فیلم مثال بین مردم مشهور میشه، یا که سرود خوب باشه یا که سیناری خوب باشه بین مردم مشهور میشه. زمانی که شما سرود میخوندید اکثر هنرمندانی که امروز مشهور هستند سرودخوانی نمیکردن، مخصوصا فریدون خورشید، نعیم جانی سیدعلی، شهریار دولتوف، علدین فخرالدین و دیگر جوانان. و به اندیشه شما آنها را امروز رقیب خود میشمارید؟ نه، من اون کس رقیب خود نمیشمارم. همه مثال همه اونهایی که شما نمبر کردید همه مثال ما قجان رفت اومد داریم دوستیم. مثال ما اون کینه شخصا ما اون کس کینه ندارم. رقابت چی؟ رقابت اون چیز ندارم. کسی من میگم که کسی که مثال نرخچه نشون میده مقصد ما مثلا یک وقت طرفداری همویم. یک وقت هم روزبک فیضلی گوش میکرد، مونس ابراهیم گوش میکرد، امروز بسیاری ها فرض کردیم فریدون خورشید یا شهریار دولتوف یا نعیم جان سیدعلی گوش میکنن. شما خجالت نمیشید که برای چی؟ ما اگه مایده خجالت نمیکشیم. برای چی خجالت بکشیم؟ مثال کسی که میتونه آشوا میگن که چند سال قبل شما با شهریار دولتوف یک دویت خوانده بودید. پیشنهاد از جانب کی بود؟ پیشنهاد از جانب من بود. یک سرود دوستی بود. همین سرود رو من تیار کردم، همش ارنجیروفکا همش تیار کردم. بعد با شهریار زنگ زدم گفتم خیلی خوب برای چی من شهریار دیگر کس نه؟ من شهریار در جای شنیدم که با او به شما تکلیف کرده است. نه من تکلیفی من بود. من دروغ نمیگم. چیزی که اینجاش دروغ نمیگم. اینجاش این تکلیفی من بود. سرود
خواستم که این سرود رو برای چی ما از شهریو چرا نه اینجا روزی بگ نیم ما شهریو خیلی که رفت اومد نزدیکتر بود قد شهریو این زمان چی رابطه دوستی داره؟ بله ما همش قطعی رابطه دوستی داریم. از صنعتکاران از همه دوستان نزدیک شما کی هستن؟ از صنعتکاران خیلی همش دوستان نزدیک هستن. مقصد مثل کدومش که طرف قرغان باشه شهر بیان زنگ میزنه یا جویه میشیم مثل خیلی همش قطعی رابطه نزدیک داریم. و من میدونم که شما خیلی صدای خوب صدای شیرین دارید در اکثر معرکه ها با آواز زنده. بله من درست گپ در توی معرکه ها ژیوای میخونم برای که مثال وقتی که فونوگرام میخونی توی نه وقت فونوگرام میخونی خیلی بگم مثال خیلی که ژیوای است فونوگرام خیلی مثال نمیبروه خیلی باید اون کسی میاد میگه کی باید بخون نشه فونوگرام رو من کده مجبوری که با بکشیشه ژیوای بخونی. برای مخلصان برنامه ما خواهش میکنیم که از اون ترانه نوتون 4 مصرع با آواز زنده من میسنجیم مونس ابراهیم رو که با آواز زنده تا کدام اندازه سرود میخونه. کدام شب بخونم ترانه نوی که هنوز پیشنهاد مخلصان نشده است. یک دو سرودی نو دارم راست گپ سخنوش از یاد نکردم شروع یا میترسین خونن که میدزدنش؟ نه چوا کسی که میتونه شما دزدیده بتونه خونده بتونه مایل. من میدونم که در ایجادیات شما سرودهای دزدی نیست خیلی زیاد هستن از مخصوصا از سراینده همه حوزی برادر عزیز کی سرود نمیدزده همه سرود خیلی میگیری کم تا دیگه خیلی ترش میکنی میخونی اون جو چی نیست اینا شخصا یک تاش دبری مشتگه خودش هم دزده ما کم ما چیزی با انصاف هستیم. نه باش ما دزدی که ما می‌نویسیم که آهنگ فلانی سرود فلانی شما تماما با از خودم آهنگ خودم شعر خودم میسرایم. باش ما خیلی دزدی میکنه که آرانژیروفکاش خدمت میزنین کلمه میزنین شما با ما خوب آرانژیروفکا میکنین. نه آرانژیروفکا میکنیم. من هم سرود شما عروسی آرانژیروفکا تو بار دیگر دادم آرانژیروفکا کردگیم. من با نزدیکی با یک دو سرود دیگر هم دزدیدیم آرانژیروفکا کردیم الهام را دفتر. مالادیس بهترین کار کرده. برای مخلصان از اون ترانه دوست داشته خیلی شما 4 مصرع یک سرودی نو تیار کردگیم خدا نصیب که باشه روزای نزدیک کلیپ ثبت میشه پیشکش مخلصان میگرده هم سرود رو میخونم. من از هوای به تو بیزارم به بودنت یک عمر بیمارم بالاتر از جانم عزیزی من دوست دارم بدون تو مدانی میمیرم من با هوای تو گرفتارم تمامی دنیای من این حرف است دوست دارم سلامت باشید. و شما یک خطا نکنیم یک دیت باشونیم سینیز داشته. بله تکلیف دیت خانه از جانب کی بود و به اندیشه شما موفق شدم این سرود دیت هم تکلیفی من بود با قطعی شونیم سی با گفتم که همین سرود رو خونیم مقصد اساس این سرود دویت نبودو مقصد همین چیزا ما خودمون آرانژیروفکا کرده تیار کردیم بله موفق شد خیلی مردم گوش کردن. از همه ترانه مشهور شما به فکر شما کدام ترانه است؟ از همه ترانه مشهور من سرود سرویناز است سرود دیگری رو نخونم انا سرود قرار نبود همین سرودا بسیار بین مردم مشهور شده است و شما گفتم میتونید که در همین فصل انتخاب نموده خود با مقصد خیش پر رسیدید. خیلی با مقصد رسیدگیم چرا نه البته رسیدگی. آرزوهایی داره در جدای صنعت که هنوز عملی نشده باشن؟ خیلی آرزوها بسیار است با خیلی با کوشش میکنیم که انشالله با کدام آرزویی که عملی نشده است از پای عمل شدنش میشه. و بسیار مخلصان میخوان که اطراف زندگی پس پردگی شما معلومات داشته باشن. اکثر هنرمندان رو ما میدونیم که اویله‌دار هستن بعضی ها چند زن دارن چند فرزند دارن اما شخصا من همچون آوازخوان که شما رو چندین سال هست میشناسم جایی نشنیدم که شما اویله‌دار هستی چند فرزند دارید نمیدونم راستیگر درباره زندگی اویله‌ای شما تماما معلومات ندارم. راستیگر ما درباره زندگی من مثال در اون برنامه گپ نزدم میخوام با مخفی باشه با خوبتر است. مخفی باشه؟ بله. برای چی نمیخواید؟
شاید که سرپرستان است شما دست میکشند در سرپرستی نه کردن نه نه نمیخواد. ما راستی گپ ما همه قصر سال شده یگان سرپرست ندارم. ما همه چیزی هست مثال با یاردن پدرم میکنم. میدونید بعضا صنعتکاران ما دیر اویلادور میشوند، میخوان که سرپرستان آنها از آنها دست نکشند. هنگامی که اویلادور شوند سرپرستان دیگر با آنها سرپرستی نمیکند و صنعت آنها پیش نمیرود. حتی در یک سراینده مشهور نامش نمیگیرم اشتراک داشتم که در روز تویش سرپرستش آمده برویش هم خیلی یک چپاتی زد که با مرد گفت پولای مرا تو خوردی و مرا نگرفتی و دیگر کسا گرفتی. الان کارش بزید میگم با همین خاطر بفیرم با همین شما خاطر میترسید. برای با همین خاطر نه با همین خاطر ما گفتم که با میگم که ما تو همین وقتی که مقصد صنعتکارم یگان سرپرست نداشتم. این ندارم مثال چیزی که هست مرا سرپرستم پدرم. شما نمیخواهید درباره زندگی اولویتون معلومات دید به هر صورت به شما چگونه دختران معقول هستند و چگونه دختران رو تماما خوش ندارید؟ خیر و سیگب خیر دختر فعل رفتاری نقض داشته باشه. مقصد همین دختری که فعل رفتاری نقض داشته مثال بالوبای کس معقول است. دختری که گنده باشد در دل کینه داشته باشد با مقصد در روزی توی به شپلاق بزنه در دختر معقول نمیشه یگان کس. بله. چگونه دخترها رو بد میبینید؟ دختر دروغگو رو. بله. اگه شما گفتنید که دخترها باید همش حتما راستگو باشن، دروغ همه انسان دروغ با انسان دروغ میگه. همه انسان صنعتکارا دروغ قبچش ختم میگن. نمره یک دیگه نه صنعتکارا. شما چی نه ما دروغ نمیگم. میگی نه میگم جای در کاری ده. نه ترا دروغ نگفتم که یگان بود، گفتم که کار دارم. اگر که دروغ میگفتم اکای من امروز میام تلفنمو میکشتم. با فکر شما پسران دروغ بسیار میگن یا که دختران؟ با فکر من هر دو شخص دروغ میگم. هر دو بشخی هم آدمی که دروغگو باشه و که در همون گفتی گپا هم گیجه که باشه و اگر هر روز اگر میلیون بار دروغ نگه نمیشه. بعضی ها عادت کرده. بله بله بله. و بیاید قسمت دوم برنامه ما عبارت از 10 سوال نیم شوخی و نیم جدی و خواهش میکنم که در قسمت دوم کوشش کنید که با سوال ها پاسخی درست گردانید. بله. شما یکمش در دروغ بسیار گفتم. دروغ نمی شما اون چیزی که ما میخواهیم شما نمیخواهید گفتن. بسیار چیزها رو شما مخفی نگاه میدارید مثل که گویا از نفر میترسه. نه ما یگان کس نمیترسم. راست گپ بیاین که با شما شرط گذاشته است که مونیس در برنامه با سیر فوش نکنید که نه ما گفتم که راست گپ پکه این چیزایی را که مثال شما گفتین سرپرست میگن راست گپ با میگم که مثال ما سرپرست ندارم که مثال ما یگان چیز مخفی دارم. این فکر شخصی خودم که باید همین چیز مخفی باشه. 3 خصلت بد خود رو من مخلصان گفتم میتونه. 3 خصلت بد هر یک انسان دارد یک یا 2 خصلت بد که به خود یا پسند نیست، کوشش میکند که از او دست کشد اما نمیتواند. یک خصلت بدم همین مقصد میخوام که نه دروغ نمیخوام که همین شوخی کنی را بستر کنم کمتر کنم. نکی نمیشه همین خصلت بد. این خصلت بد هم نیست. باز از یگان چیز قیمو بستید یا نه من یگان چیز قیمو دوستان به شما نمیگن که مونیس من همین خصلت تو بد است از این دست بکش. خیلی میگن مقصد من هم بسیار برای شوخیم برای شوخی میگن. نکی خیلی خصلتی بد ندارم. بسیاری ها باز میگن که شما دختر باز هستید. خیلی دختربازی کی نمیکنه. دختربازی این آوازه حقیقت داره. نه تو شمول نشود برگ درخت نمیجنبه. این آوازه حقیقت داره تا اندازه. خیلی دختربازی نمیکنه. با عاشقی باور داره در این زمان؟ نه عاشقی دروغه. برای چی دروغ است؟ برای که دروغه. بسیار شکست خورده اید. خیلی شکست همه میخوره برادر عزیز. شکست همه میخورم لیکن بسیار کیدت کردگیانه. کیدت کردگیانه نه که او قینه. برایم با عاشقی همین عشق را باور ندارم. دروغه عاشق. دروغ است. بله. سرودی هم را همیه را بسیار گوش کردگی چی؟ از چی زود میرنجید؟ چی رو بد میبینید؟ از گپی سخت. مقصد یگان کس یگان گپی سخت بزنه مثال
умуман агар дар ҷои тоқагӣ бошӣ сахтат намерасад. Вақте ки дар байни бисёри дӯстода мезанад мисол хита хиҷолат мекунӣ. мебахшед ё ин ки хай баъд ҷои тоқагӣ намеом мо саат не ма қаҳрикӣ назанем. Ман ҷои тоқагӣ намеом мефаҳмам ки бародари азиз ё ки дӯсти азиз дар хел байни мефаҳмон як сухан қати ё ки хел мушқати не. боз я шапалоқ медонӣ чанд сум. ма филм ки чанд бор ҷарима спордаген дигар метарсем. барои ҳамин ба хуб мефаҳмӣ меги бародари азиз дӯсти азиз дар пеши дӯсто гапҳои мақсад чӣ назанем. аз дӯстону ҳамкасбон атрофиён хиёнат дидаед? Не. хиёнат Не. накардед? хай аз маъшуқаотон фаҳмидем ки хиёнат дидагӣ ҳастем. хатам ҳамчунин. дар душанбе хона мошини шахсӣ доред? бале бале. худатон хариdedu ягон кас туҳфа кард? падар. падартон? Бале. ягон не خانم спонсор زیبا надорам نه. ака. спонсор надорам. қоид намешавед шумо санъаткора шумо ишор ҳастем. шумо моро ину мияв намекунем. моро шумо мияв мега. ози морои озрама чӣ мегӯяд? хай мор сас мекард охи. агар сарватманд мешудед фаҳмидед Бале. пулдор пулотонро дар чӣ сарф мекардед? дар санъат ё дар ягон кори дигар? хай як нисфа мисол санъати зиндагӣ я нисфигаша хайр мекард. хайр мекардем? Бале. дурӯғ намегӯем? не ҳеҷ чиз ҳақиқат аст. лақаб дорем? лақаб не. агар ман биём дар барнома бигӯм чӣ? майли бугу. надорем лақаб аз Не. кӯдакӣ надоштем дар кӯдакӣ намегуфтам хай дар кӯдакӣ ҳамун фақат падарам мегуфт мусика мегуфт ҳамун. мусик агар тарки саҳнаи овозхонӣ кунед ба чӣ кор бо завқ доред ки мехоҳед ки идомаи ҳаётатонро бо анамун касб гузаронед? ман агар тарки санъат кунам ҳамун тиҷоратро давом медиҳам. тиҷорат? бале. агар дар тиҷорат муваффақ нашудед чӣ? шикона худо бо ягон ягон ҳунар нафари дигар доред? маълумоти не доред? маълумоти дорам. чӣ ихтисос? технологический университет буд кардагим. ихтисос чӣ? ихтисос ака технология технолог. некем ихтисос беҳтарине? худро имрӯз ҳунарманди машҳур мешуморед? не ма стора ба қавле не баъзеҳо мегӯянд ки ман звездаам. ма ҳеҷ вақт хима хеле намешуморам. зинда бошед. ташаккур Зинда мегӯям ба бошед, шумо ки ба 10 савол кӯшиш кардед ки посухҳои мушаххас гардонед ва ягон гуфтании дигар доред ки шояд мо напурсидем ба мухлисон? саволотон беҳтарин буд. ҳамон саволои хай беҳтарин барнома ва таманниёти шумо ба мухлисони ҳунаратон ва бинандагони барномаи чеҳраи ошино? таманияти ман дар охир гуфтанием ки мардуми тоҷикистон зинда бошанд. дар пеш омади ҷашни наврӯз аст. Бале. ҳамаи шуморо ба ҷашни наврӯзи меомада табрик таҳният гуфта ба шумо ҳамеша дар корҳоятон бурдбориҳоро таманно дорам. мухлисони азиз интизор бошед. рӯзҳои наздик як-ду суруди нав кардагиам дар шаҳри Дубай сабт шудагӣ аст. иншоалло пешкаши шумо мегардонам. саломат бошед. зинда бошед. дар корҳои мимадаи шумо низ барору муваффақиятҳо таманно мекунем. саломат бошед. бинандагони азиз, меҳмони барномаи чеҳраи ошино буданд ҳунарманди воқеан ҳам пурҳунар, хушсадо Муниси Иброҳим. дӯстони азиз, дар канали ман обуна шавед ва навгониҳое ки рӯзҳои наздик клипҳои нави ман мебурад аз канали худам Муниси Иброҳим офисиал метавонед тамошо кунед. боқӣ танзият хонобод бошед.